ممکنه؟ سلام علیکم. مرحمت. سلام علیکم. مرحمت کنید. چی؟ نازم شما؟ ممکنه دکتر جان؟ شکر. مرحمت. سلام علیکم. من از شما در تنهایی یک گپ رو پرسیدنی بودم. مرحمت بیرون نمیم؟ نه، در بیرون آدم بسیار. خورشید جان معذرت، کمتر سیر و گشت کرده بیا. مایلش خوش. مرحمت. اکنون گپی ما را هیچ کس نمیفهمد. چی سوال دارید؟ اگر من به سوالتان جواب داده توانم، راستی خود را خیلی سرفراز احساس میکنم. نه تو با من گوی کی؟ چوبا 2 سال باز تو مخصوص به این رایون میآیم؟ چوبا چی یگون جای دیگر کم زده است می؟ قصد است می؟ جای دیگر نیست می؟ میبخشید جای دیگر هست، لیکن چی گویم اینجا با من بسیار معقول. معقول؟ بله. معقول. برای چی معقول بودنش را ما نقض میدونه؟ نقض میدونه. نیت دارم که بعد ختم دانشکده نیست به همینجا آیم. تماما؟ تماما میایی؟ بله. اوه بهتر است که نمی آمدی بهتر می بود. میبخشید برای چی؟ اوه بچه پشیمان میشوی. فهمیدی پشیمان؟ در عمرم یگان بار پشیمان نشدم، لیکن اگر پشیمان شوم هم بار اول. لیکن معذرت میخوام شما اندک آرامتر گپ زنید، آخر اینجا بیمارخانه است. خیر کنید مقصدتان را روشنتر فهمانید. چی مقصد دارید شما؟ مقصدی من روشن است، معلوم روشن است. خوش. تو بهتر جای کله مردم گرنگ نکنو. تا رفتنت با پیش پایت این تو درستتر نگاه کرده گرد. فهمیدی من مقصدی تو را نقض میدارم. میبخشید. من با تو با خوبی گفتگو کرده ایستادم. من تو برای عالمچه ها را نقض میدانم. اینجا برای تو شهر نه، اینجا رایون است. اکی مگزین چی؟ میبخشید من از مگزین شما مال ندزدیدم و به سودای شما هم خلل نرساندم. از شما نیز یگان چیز طمع ندارم. شما عموما چی میخواهید از من؟ آخر آشکارتر گپ زنید. دکتر چه؟ تو اینقدر هوا نگیر؟ هوا نگیر. من گفتم که با خوبی گفتگو کرده ایستادم. با پیش پایت نگاه کرده گرد. این سخنی اول و آخرینی من از یادت نبراید. فهمیدی؟ میبخشید. ایسته. سلام حنیفه خان. شما نقض می حنیفه خان؟ تن و جانکتان صحت سلامت؟ خوش. اکام خانه بمی؟ نیستند. اپیم چی؟ نیستند. آنها کجا رفتن؟ نمیدونم. حنیفه خان چرا شما با من این خیلی معامله میکنید ها؟ حنیفه خان شما لا بای بابا گفتم که پدر و مادرم نیستند. چه؟ خوشه؟ کی بابا؟ من بابا؟ توبه. حالا نگاه کرده ایست. به دستم افتاده 7 قبط کرپچه را پرداخته مرحمت شوهر جان. بالا برآمده استراحت کنید نگویی روزه طبی. توبه. باز من بابا بودم. ای یه سرد از آسمان آید ها. تو از آنی من میشوی و من از آنی تو. تیرمیزکی باز ناز میکند که من به وی خوش آمد زنم. من به که ها خوش آمد زدنم را خودم نقض میدونم. ای پدرت با 2 دست ادب برآورده به من ندهد و روزش را بیند. انا بعد من به تو بابا را نشان میدم. ترمیزک. دخترکی نقص
عقل و فراستش هم در جایش. سلام علیکم. من عمیق میدونستم که تو به همین جا میایی. چی؟ گپ‌های من زیادت برآمد می؟ برآمد که برآمد. تو چی به اینجا آمدی؟ چی آمدی؟ سوال عجایب کو. این با شما چه دخل دارد که؟ مرا به مهمانی دعوت کردن آمدم. دعوت کردن؟ بله. عجایب کو. ما مردم اگر به جای دعوت نکنند عموما نمی رویم. یکی شما بر اینها اگر دعوت کنند قدممون را هم نمیمانیم. ببخشید برای چی شما اینقدر خرخشه براشید؟ و عموما این با شما چی دخل دارد؟ چی مناسبت دارد؟ چی دخل داره؟ اکا من خوجین این خاندان میشوم. نصیب باشد در روزهای نزدیک. همتمی میبخشید اگر شما شوید بعد ما نمیاییم اکا. گپا کم کن و بهترش به نغزه برآمده رو. فهمیدی؟ من مقصد زشتی تو را نغز میدانم. اگر درباره دختر دهان کشادی دانستمان بیدندان میمانی. خود بیدندان میگردیم دیگه اکا چیکار میکنیم؟ اکنون تو خودت را به پدر و مادر دختر نغز کرده. میبخشید اکا من با هیچ کس خودم را مجبورا نغز نمیکنم. من به مهمانی دعوت کردم آمدم. لیکن شما میبخشید مرا به عرشین خودتان چین نکنید اکا. التماس. چی؟ من تو رو به عرشین خودم چین نکنم؟ تو رو؟ تو خودت و من رو در یک ترازو نمان فهمیدی؟ تو خودت کی؟ تو کی خودت؟ صد خانه همین یک دکترچه میشیده. من وای ماهانه تو میگرسه در یک روز میابم. احتمال اگر در یک ساعت هم یابید. لیکن چی لازم اینقدر خرخشه؟ یا توبه مجبور میشم منم با شما همیخیل دغلانه رفتار کنم. چون که گفتن با بدان بد باش و با نیکان نکن. جای گل باش و جای خار. توبه. اکنون شما گل شدید. نغز شما گل و ما خار. شما نغز ما گنده شرمنده. سلام علیکم. یعنی بیاین دکتر جان بیاین. آفرین. یعنی شما دیگه آباد باشید. سلام علیکم. شمسی در مغازه کار دارم گفتی کو؟ کار داشتم همین روز صبر مهلت که چیکار تابم گریختم گید. آمدم که از دکتر دارو پرسم. هم تو نه دکتر جان؟ هم تو. خبران؟ من این کس ما همراه دکتر ظریفی عروض شونده تو رو من همین کس جراحی کردم. هم تو؟ من هم نه که از این کس مینداری اظهار کرده ایستاده بودم. باز یک بار دیگر میندارم دکتر جان. تشکر. باز یک بار دیگر برای اخلاصتان هزاران تشکر. نمیدونم شما دکترها نباشید احوال ما مردم بیچاره چی میشده باشد. تشکر. با تو ایستا حاضر وای دکتر ظریفی هم میوند یک جا صحبت میکنیم. خرام کنه که و امروز روز یک شنبه باز مال آورده نمونند. آمدن از نوع من رحمت گفتمونید. خیر اکن میباشد یک دقیقه یک عذر. مرحبا. تیجی؟ اکا خودتون میدونید که من یک صغیره یک و تنها هیچ کس ندارم. درسته گفت من شما را اکای و ینگیم اپای و خانه تون را خانه خودم نگفتم. شما باشید. ما با فکرم اون کاری باید نکردیم. چون توی قفا برتافتید اکا؟ توی قفا؟ مسئله کردیم که روزی شنبه باز چی میخوایی؟ باز اکا من از یک جای انیق شنیدم که دیلتون به همین دکتر کشار بوده است. یا نه صف ساته یو اکا نامید نکنید اکا. خیلی باشید.
باز یک بار دیگر تشکر دکتر. آها باز یک بار دیگر نمی ارزد. خلا میبخشید خلا. حاجیان عذر دختری نغز شما نمیگید همان دانشمکه چی؟ دکتر رو میخونند که دانشکده تی بگید؟ بله بله. در کجا؟ نه در همونجا. تشکر. با شما کی در کار؟ به من یک دخترک نامش دخترک نام دارد؟ بله بله نامش حنیفه. چی؟ حنیفه؟ بله بله. میبخشید شما همون مگزینچی دیه نیستید؟ نامم شمسی. مرا همه میشناسند. السلام علیکم. السلام علیکم. شما نظمی؟ من هم شما رو در کیم کجا دیدگی برین. آخر من تجربه آموزه را در همان طرف های شما گذرانیدم. شمسی اکا در یادتان هست باز شما برای من یک توفلی نغز در یادم آمد. به یادم آمد. شما همون روز خلوتی سفید پشت دیدید. خلوتی سفید داشتم. بله بله. خلوتی سفید. برای همین من شما رو نشناختم. شما نغز میدید؟ نغز درست رحمت. میبخشید حنیفه به شما یگون خوش میشود؟ حالا نه لیکن باید شود. میدونید وای عروس شانده من است. وای خودش ما رو نغزید. بله بله. همین هفته گذشته روزی شنبه باید پدرش توی کرده حنیفه رو به من میداد. دختری به عقل گریخت. گریخت؟ نه گریخت است. یک همون فیروز گفتگی یک تجربه آموزی متهم از راه برآورده به اینجا گرفته آورد. همین طور گویید. خیر اکنون حنیفه به شما چی لازم؟ چی لازم؟ وای عروس شانده من است. ولی عروس شانده من میشود. نمیشود. چخیل نمیشود؟ میبخشید نمیشده است. خوابتان را به آبگی دختری نغز. شما ما را حالا نمیشناسید. بله مرا شمس میگن. شمسی کورکویچ. شما میدونید من حالا مدیر یکی از انبارهای اساسی بازار سودا میباشم. میبخشید لیکن فیروز پسر وزیر است. پسر وزیر؟ بله. خیلی پسر وزیر باشد چی؟ از گمله انبار زنده باشد علاج وزیرش را هم میابم. همه سودو پرکرارها جوره های همخدهی منند. خیر اگر شما اینقدر مقتدر باشید چرا با آش پشخورده دیگر کس شریک میشوید؟ درست گپتان درست دختری نغز لیکن میدونید من برای پرینسیپ شده میخوام این دختری گمراه را از دست وی کشیده گیرم. برای پرینسیپ؟ بله. شمسی اکا بهترش برای پرینسیپ یگون دختری از وی زرتر رو بزن گیرید نمی شود؟ می شود؟ می شود؟ بله می شود. ببخشید نامی شما چی؟ نام من؟ بله. نام من بهار. اوه بهار یعنی گل بهار. خیلی نامی عجایب پسنده. نامی زیبنده به خودتون خیلی میزیبند. تشکر. گل بهار جان ها به فکرم خطا نکنم شما حالا
مرغی بیبار و پره؟ چی؟ یعنی من گفتنی که شما حالا پرشکسته آزاد یعنی شمسیه مرغ کنم آزاد. البته درست گفتی. بلاتو نگیرم گلبهار جان، از هفتش در دو دنیا من شما بر این دختری عالی جناب را نمیابم. نخور راستی گم میدونید همون وقت در مگزین شما رو دیده همیش دیدم شرق همون جیغی کرده رفت. نخور باور کنید همین دیدم برابر شما با من معقول شده لیکن شمسیه سبیل موند همین از پسی کار شده به شما رسیده نتوانستم. گلبهار جان اگر باور کنید، اگر به من گوش کنید اگر به من باور کنید میدونید برای شما حتی مرغ شیر شیر مرغ و انقای و قیماق تخمش تخم انقا براتون حتی باور کنید بسیم و زر غلطه میزنید. براتون چیزی باشد پیدا میکنم. توفلی؟ توفلی گم نیست؟ اگر توفلی گفته موندگی حاجت گم نیست. شما چند میباشید؟ من شمسیه میبخشید؟ قبیت بازی شمسیه من حال یک چین کنم یک وجبو شمسیه موزه چی؟ البته میبخشید یک دقیقه شمسیه یک دقیقه حاضر من بیرم کنی؟ حاضر یک دقیقه میبخشید میبم گوشت شمسیه همین قدر شد تو با این گرگ با این مخلوق در اینجا چیکار میکنی؟ این چی گفته ای گپت؟ رفتیم با کجا؟ فیروز؟ چی؟ بسیار نحس کردی که در وقتش آمدی. آرام شوید. من با تو کار دارم. بهار من حالا همش رو با تو یک بگ میفهمونم. گوش کن ما را در آنجا انتظارم. رفتیم. نه رسانده مرا با رسانده من دست نرسان. من تو را با خوبی آگاه کرده ایستادم. چی؟ عرض شونده؟ چی عرض شونده؟ حالا میشه مخلوق. کی مخلوق؟ بهار تو خودت چیکار آدم ها؟ تو خودت چیکار آدم؟ بای عروسانده اولم رو کشیده گرفتی حنیفه را باز میخوای که این عروسانده نوام رو کشیده گرفتی. پیروز آرام شو. دندانهایت را احتیاط کن گرگ. شمسیه آرام شوی. شمسیه لعنتی پسری وزیر گفته بسیار از خود نرا با موش به جغم پرورده. من حالا به تو نشان میدم یا اگر آنه زارت را نشان ندیم نامم شمسینه.